دوستای عزیز سلام. امید که صحت و سلامت باشید. فرزانه غفوری هستم با برنامه مدیریت صنف بدون توسل به خشونت. موضوع مورد بحث امروز ما: چرا شاگردان در صنف شوخی می کنند؟ وقتی یک شاگرد در صنف شوخی می کند به این معنی است که درس را نفهمیده و نمیداند که چی باید بکند یا اینکه زودتر از همه خلاص کرده و یاد گرفته است. برای کسی که نفهمیده است باید دوباره تشریح شود که چه باید کرد یا توسط شاگردی که زودتر از همه فهمیده است او را راهنمایی کرد. کسی که زودتر خلاص کرده شاید با میز یا با قلم بازی کند و این باعث مزاحمت دیگران که هنوز فعالیتشان را خلاص نکرده‌اند می شود. در این قسمت یک راهکار اساسی وجود دارد که آن عبارت از شناخت شاگرد است. هر قدر استاد شاگردانش را بیشتر بشناسند، بهتر می توانند از نیازمندی‌هایشان آگاهی حاصل نمایند. و هرگاه شاگرد قانون را مراعات نمی کند، استاد متوجه علت یا دلیل آن می شود و این گونه می تواند عکس‌العمل منطقی و آگاهانه برای جلب توجه شاگرد از خود نشان دهد. دلایل ذیل می توانند علت برای شوخی های شاگردان باشند. 1. بسیار لایق است و درس برایش خسته کننده است. دادن تمرینات سرگرم کننده و مشکل تر. توجه به توانایی های فردی. 2. درس را یاد نمی گیرد. تکرار درس به زبان ساده تر و عینی. توجه به تفاوت های فردی. 3. شیوه درس برایش جالب نیست. راهکارهای ابتکاری معلم. 4. در محیط رشد داشته که هیچ قانون وضع نشده. جلسه با والدین. 5. استاد بدون کدام پلان منظم درس را قبل از وقت معینه آن ختم نموده و کدام فعالیت جالب دیگری هم ندارد. 6. استاد بالای درس خود حاکمیت نداشته تحت تاثیر صنف درسی قرار می گیرد و شاگردان فرصت طلب دست به شوخی می زنند. 7. ایجاد رفاقت بیش از حد معمول با شاگردان. استادان اکثراً از بی‌توجهی شاگردان شاکی‌اند که این موضوع را بیشتر عدم توجه خانواده‌ها نسبت به تعلیم و تربیت فرزندانشان می‌پندارند یا عدم علاقه شاگردان به تعلیم و تربیت. در این صورت استاد با والدین چنین شاگردانی از نزدیک ببینند و از آنها به آرامی تقاضا نمایند که وی را به مراعات نمودن قوانین صنف تشویق نمایند. بر علاوه این راهکار در صنوف مختلف می تواند کاربرد داشته باشد. طرح سوالات قبل از تدریس و اینکه در همان ابتدا توجه آنها را به این امر جلب کنیم که در پایان تدریس پاسخ این سوالات پرسیده می شود. این امر هم باعث می شود که شاگردان به درس توجه عمیقی داشته باشند. تشویق بجا و متناسب با توان شاگرد و اشاره به نکات مثبت اخلاقی و درسی شاگردان. استفاده از تشویق‌های صنفی، تشویق‌های گروهی و در نظر گرفتن جوایز مناسب. اما این نکته را معلمین گرانقدر به خاطر داشته باشند که تشویق و جایزه را بیش از حد هم استفاده نکنند، چون مسئولیتشان را از دست می‌دهند. مثلا بعضی از استادان هستند که اگر شاگرد جواب ناقص یا کامل بدهد، خوب، بسیار خوب، عالی و آفرین میگویند. در این صورت به شاگرد این اسم را میدهد که گفتن عالی یا آفرین عادت استاد است. باید تشویق مناسب عملکرد باشد و به تمام عملکردها یک نوع نباشد. نظر به عملکرد از کلمات مختلف تشویقی و یا جایزه باید استفاده نمود. دوستای عزیز، این بود تشریح مفصل در مورد این که چرا شاگردان در صنف شوخی می کنند و همچنان موضوعاتی که باعث می شود شاگردان در صنف بی‌نظمی ایجاد کنند. امید که مفید واقع شود و تا برنامه بعدی همه شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقات خوب و خوش.